این پیامو بالا سر من ببینید. یکی از فالوورهای عزیزمون لطف کرده بهمون پیام داد. ازمون پرسیده، خواهش کرده که بیشتر توضیح بدم و من با کمال میل قصد توضیح نمیخوام بگم آموزش، توضیح اون چه که خودم به صورت تجربی یاد گرفتم رو دارم. ولی خب این وسط یه موضوعی هست، اونم حق عزیزانی هست که خرید کردن ازمون و اونها راضی نمیشن معمولا ما نکات آموزشی رو اینطوری بیایم بخوایم انتشار بدیم. این واقعا گناه من نیست و من همینجا پوزش میخوام از شما عزیزان، ولی تا اونجایی که میتونم به حق الناس نشه بهتون حتما توضیح میدم. ببین دوستان عزیز، شما در سطح زمین هستید و یک تونل یا دالانی رو در دل زمین گرفتید که حالا توی اندازه و عمق‌های متفاوت دارین اون رو ردیابی میکنید، رصدش میکنید، دارید دنبالش میرین که ردیاب شما یک باره شروع میکنه به باز و بسته شدن. ببینید این قضیه دقیقاً برمیگرده به این که اون ردیاب با بدنشون مچ یا یونیزه یا یونالیته نشده و این یکی از پایه‌ترین